سلام. امروز کار باحال کردیم علاوه بر این که شما تصویر مانیتور من رو میبینید، تصویر خودم رو هم میبینید. امروز حالا یکم بزرگ میکنم، من یک مقدمه بگم که بعد از اونم مستند روی مانیتور من اسناد مدارک رو به شما نشون میدم، خودتون بتونید سرچ بکنید. به هر حال یک روش جدید برنامه‌سازی رو داریم جلو میبریم که همه چیزو مستند به خودتون نشون میدیم که همزمانی که ما سند رو نشون میدیم شما میتونید برید سرچ بکنید، اطلاعات رو به دست بیارید و ببرید جلو. امروز میخوام راجع به یکی از دروغ‌های تلویزیون ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌ها که ایجاد رعب و وحشت میکنن با همکاری یه سری از دستگاه اطلاعاتی امنیتی که اینها دو دسته هستن. یه سریاشون از دستگاه اطلاعاتی امنیتی داخل ایران خط میگیرن، مثل آمد نیوزی که از اطلاعات سپاه باند رفسنجانی خط میگیره، یا رسانه‌های مثل تلویزیون ایران اینترنشنال که امروز هم گاردین خبرش رو زد که عربستان سعودی منابع مالیشو تامین میکنه و ما هم در روزهای گذشته اسنادشو منتشر کرد. اما میخوام در همین ابتدای کار یک دونه از تکنیک‌های سواد رسانه‌ای رو به شما آموزش بدم، بگم، چون در روزهای گذشته‌ام این رو در کانال تلگرامی برام پشت پرده اعلام کرده بودیم. به حال یک توضیح کوتاهی میدم، به دردتون میخوره، چون ما اعتقاد داریم که اگر سواد رسانه‌ای مردم بالا بره دیگه گول اخبار سری از این رسانه‌ها رو نمیخورن. ببینید، توی چند سال گذشته تا موقعی که من یادم میاد، یعنی در طول مثلا 20-30 سال گذشته، هر ساله مراسم 7 آبان و پاسداشت کوروش برگزار شده، اما هیچ وقت جو اونقدر امنیتی نبوده که توی این 5-6 سال گذشته امنیتی بوده. با روی کار اومدن رسانه‌های سوپاپ، رسانه‌هایی که همکاری دارن با دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، عملا اینها میان یه سری اخبار فیک رو به مردم میدن، یه سری اخبار رو بزرگتر از اون اتفاقی که هست به مردم آموزش میدن و به مردم میگن که همین باعث این میشه که یک جو روانی پیش بیاد. مثلا یه هفته 2 هفته قبل از 7 آبان، یه هفته 2 هفته قبل از عید نوروز، قبل از چهارشنبه سوری، درست مراسم های بزرگی که مردم با اونها اعتقاد خاصی دارن یا مردم دور هم دیگه جمع میشن و میگن که آره جو امنیتی شده، سپاه فلان بخشنامه داده، اطلاعات فلان بخشنامه داره. ببینید یعنی که اینجوری بخوام برداشت بکنیم که یعنی انقدر نهادهای امنیتی بی‌در و پیکرن که بخشنامه‌هاشو دست اینا خارج از کشور میرسه. یعنی از دو حالت خارج نیست، یا اینها با اون دستگاه اطلاعاتی امنیتی مثل سپاه و اطلاعات اینا در ارتباطن که بخشنامه‌ها رو بهشون میدن، یا دارن چرت و پرت میگن. از این دو حالت خارج نیست. حالا اینا میان چیکار میکنن؟ میان اعلام میکنن که آره مثلا 7 آبان جو امنیتی میشه، نمیدونم قراره که نیروی انتظامی و سپاه اطلاعات و فلان بریزن توی پاسارگاد. رسانه‌های داخل کشورم چون هر دو از یه آخور میخورن، همون رسانه‌های سوپاپ خارج از کشور، هم رسانه‌های داخل، رسانه‌های داخل هم این خبر رو پروموت میکنن به نحوی دیگر. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینا میان تو رسانه‌هاش خارج از کشور میگن ببینید رفتن ریختن تو خیابون، ببینید رفتن گرفتن. از اون طرف یه اعتباری میشه برای رسانه‌های خارج از کشور، چون دل خوشی از آخوند ماخوند ها ندارن. از اون طرف هم یه جو روانی بین مردم ایجاد میکنن. بعد میرسه 7 آبان میشه، مردم میرن توی پاسارگاد، یه جو امنیتی نه اونجوری که رسانه ها میگن ایجاد میشه. ما مخالف این نیستیم که داره این اتفاقات میفته، اون جو روانی میشه، اما اینها پشت پردهشون هستش که مردم رو عملا بترسونن، مردم رو ترسو کنن که مبادا اگر اتفاقی مثلا بزرگ پیش اومد که بخواد مثلا اعتراضی صورت بگیره، اعتصابی صورت بگیره، مردم میگن اوه میگیرن میبرن مثل همون 7 آبان. عملا روانشناسی شده مردم رو برای یک اعتصابات واقعی میترسونن. ولی شما نگاه بکنید توی 5 سال گذشته که این شبکه‌های اجتماعی پیش اومدن، این جوای روانی و امنیتی پیش اومده. 10 سال پیش اینجوری بود در پاسارگاد، 15 سال پیش بود، 20 سال پیش بود. چی شده که توی این 5 سال پیش یا 10 سال پیش اینقدر میان جو و متشنج نشون میدن؟ به خاطر اینکه فقط مردمو بترسونن. این هدف هستش. خب بریم جلو. مقدمه خیلی طولانی شد. من حالا تصویر خودم کوچیک میکنم یکم، بریم پایین. این کانال تلگرام تلویزیون ایران اینترنشنال وابسته به عربستان سعودی هستش. یک دونه ویدیو اومد بیرون توی این کانال که نوشته روایت شما از روز کوروش. این ویدیو امروز به دست ما رسید. گزارش خود را در تلگرام، واتساپ به شماره فلان بفرست. حالا تبلیغ هم میشه ولی اشکال نداره. ویدیو رو پخش میکنیم، نکات جالبی داره. سلام، امروز 7 آبان 1397. سلام، امروز 7 آبان، تاریخ 7 آبان رو هم میده. تایتل رو هم میخونیم با هم. در مسیر پاسارگاد فضا کاملا امنیتی است. بالگردهای نیروی انتظامی در حاشیه جاده نشستن. خب ما داریم به سمت پاسارگاد حرکت میکنیم. فضا کاملا امنیتی هست. فضا کاملا امنیتی هستش. جو روانی به مردم وقتی تصویر اوه پاسارگاد فضا امنیتی. خب نیروی انتظامی و سپاه جاده رو به دست گرفتن. هلیکوپترها نیروی انتظامی حاشیه جاده هستش. واقعا میخوان تا
کی مردم رو خفه کنن. ممنونم از شبکه خیلی خوبه. ببینید پشت پرده داستان چی هستش یک بار دیگه. حالا من اون ویدیو رو آوردم و توی این مرورگر هم گذاشتم. حرف قشنگیه برای کسایی که مخالف رژیمن. میگه واقعا مردم رو تا کی میخوام خفه کنن؟ مردم هم وقتی میگن آخ راست میگه، این آخوندا رو نگاه کنید. ببین نمیخوام دفاع بکنم از نظام آخوندی‌ها، ولی کاری که اینا میکنن، کاری که آخوندا میکنن 100 برابر بدتره. چون رعب و وحشت رو بین مردم میندازن و مردم ما حقشون هستش که بخوان حقایق رو بشنون. شما کافیه برید وارد یوتیوب بشید، خیلی راحت برید بزنید روز کوروش روی 1396. من یک بار دیگه این کار رو انجام میدم، میرم روی یوتیوب به همین راحتی، اصلا چیز پیچیده‌ای هم نیست. من به شما دروغ این تلویزیون ایران اینترنشنال بگم که ببینید پشت پرده چی هستش. میایین اینجا توی قسمت سرچش بنویسید روز کوروش 1396 رویارویی یک ملت با یک رژیم. فکر نمی کنم هم چیز پیچیده و عجیب و غریبی باشه. با هم دیگه منتظر میشیم. منم نمیدونم استثنا الانی که دارم براشون ضبط میکنم اینترنت هم یکم ضعیف شد. اولین ویدیویی که میاد مال یک سال پیشه. ببینید یوتیوب هم که دروغ نمیگه که نمیتونید تاریخ دستکاری بکنید که. میاد ویدیو رو باز میکنید تا الان هم 61000 نفر دیدنش، 500 تا هم لایک خورده. میریم جلو تقریبا دقیقه 6 و 7. خودتون هم میتونید برید ببینید اصلا مال پارسال دقیقه میان جلو بهتون گفتم دقیقاً بین 6 و 7 دقیقه مثلا 6 و 59 میگم آفرین به خودم. خب پلی میکنیم ببینید ویدیو یک سال پیش 20 صدا بوده، اینها اومدن بعد از یک سال روی این ویدیو صدا گذاشتن و گفتن تا کی میخواد. بعد میگه تشکر هم میکنیم از تلویزیون ایران اینترنشنال که مردم میگن اوه چقدر رسانه خوبیه. ویدیوهای ساختگی نگاه کنید، ویدیو بدون صدا است. تصاویر پارسال این هلیکوپتر هم داشته باشید. من یه پاوز میکنم این ویدیو رو یکم برم عقب‌تر. این ویدیو و این هم تصویر تلویزیون ایران اینترنشنال. مقایسه کنید تصاویر رو اینجوری میان مردم باز می‌بینن. حالا در ادامه یه ویدیو دیگه هم ایران اینترنشنال پخش میکنه که اونم جالبه، اونم مال پارساله 7 آبان. اینو نگاه کنید. اون جلوتر میخ گذاشتن فقط هم به بومیا اور تردد میدن. با این همه بگیر و ببند مردم زور شدن و دارن میرن به سمت پاسارگاه. این هم پشت سرمونه. یعنی ببینید تا چش کار میکنه مردم به سمت پاسارگاه در حرکتن به امید آزادی ایران زمین. حالا چه اتفاقی هم میفته؟ کافی ما ببینیم آقا چرا دارید به مردم دروغ میگید؟ چرا دارید این خبرهای فیک رو به مردم میدید؟ مزدوری داریم از عملیات روانی مایی که داریم مبارزه میکنیم با جمهوری اسلامی جلوشو میگیره. از من مبارزه یا رسانه بی‌طرف داشتن دلیل برای نمیشه که ما بیایم کشف حقایق بکنیم و دروغ‌های شما رو نشون بدیم بشیم موافق آخوندا. ما دل خوشی از این آخوندا نداریم، اما شما کارتون کثیف‌تر از آخوند هاست. بریم نشون شما بدم که مثلا این تصاویرم بازم تصاویر پارسال یا سالهای گذشته هستش که اینا دارن استفاده میکنن. امیدوارم پیدا بکنیم. اینها تصاویر پارسال برمی‌دارن جا میزنن برای امسال. این هم پشت سرمونه. یعنی ببینید 7 آبان 96 ویدیو چیز پیچیده‌ای نیستا. خب اما حالا شما تصور بکنید همین مستندی که من الان ساختم و صدا و سیمای ایران پخش بکنم، عملاً بی‌اعتبار میشه همه رسانه‌های مبارز خارج از کشور. دیگه مردم اگر شما 4 تا خبر درست هم پخش بکنید توی تلویزیونتون یا توی رسانه‌تون، مردم اعتماد نمی‌کنن. میگن آقا اینا ساختگیه، اینا دور هم ما رو ایسکا کردن. اینجوریه که اعتبار رسانه‌هایی که میان با سند و مدرک حرف میزنن رو خراب میکنن. کاملا هم هوشمندانه داخل ایران میگه آقا این خبرها رو پوشش بدید. سوپاپ نیوز مثل آمد نیوز و فیک نیوز، دروغ نیوز، چیچی نیوز. خیلی امیدوارم که مردم ما آگاه باشن و بدونن که داره پشت پرده ها چه اتفاقاتی میفته. ببینید دور شدن و دارن میرن به سمت پاسارگاه. این هم پشت سرمونه. یعنی ببینید تا چش کار میکنه مردم به سمت پاسارگاه در حرکتن به امید آزادی ایران زمین.
مرسی که تا این لحظه با ما بودید. کانال یوتیوب برام پشت پرده رو سابسکرایب کنید، برای دوستان خودتون بشناسید.